بخش از یک تیم جوان است که سال 2015 به این سو در زمینه تولید نرم افزارها کار می کنند. تاکنون 8 نرم افزار را بر بنیاد نیازمندی جامعه ساختند و شمار از آنان از سوی نهادها به کار گرفته شدند. مصطفی با گروه از همکارانش که نرم افزار سیستم مدیریتی برنامه ها را در درازای 1.5 سال ساخته است، از مزیت‌های آن در صورت کارگیری در نهادهای حکومتی میگوید. تمام مشکلاتی که یک شرکت تولیدی داشته باشه و تمام محاسباتی که خواسته باشه انجام بده و تمام رمز و رازهایی که داخل همون شرکت خود داره میتونه داخل از این سیستم ثبت بکنه و اونها رو مدیریت بکنه. یما راهی با گروه از همکارانش نیز نرم افزار ساخته است که اکنون از سوی یک نهاد به کار انداخته شده است. برنامه موبایل اپ موبایل داریم که میره اشخاص میرن و از سطح شهر یا ولایت طفلای خیابانی کارگر را اونا اطلاعات در مورد از آنها جمع آوری میکنن و یک وب اپلیکیشن داریم که این اطفال مدیریت میکنن. نوریه اسماعیل زاده از تجربه خودش در زمینه تولید نرم افزارها میگوید. یک پورتال هست، پورتال زراعتی و مالداری، جایی که تمام محصولات زراعتی، مالداری، غلجات و میوه‌جات خشک افغانستان داخلی تماما با تمام عکس ها، ویژگی ها، خصوصیاتی که دارن اضافه شده و این خیلی میتونه افغانستان در قسمت سرمایه‌گذاری خارجی ها یا کشورهای خارجی کمک بکنه. این گروه میگویند که تاکنون 40 طرح نرم افزار را برای تولید نزد خود دارند.